با خون با جان با ایمان جانم فدای ایران. با خون با جان با ایمان جانم فدای ایران. با خون با جان با ایمان جانم فدای ایران. پاینده 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 جاوید 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 زنده و جاوید باد سلسله پهلوی زنده و جاوید باد سلسله پهلوی. ای شاه ایران ای شاه ایران برگرد ایران. ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. زنده و جاوید باد سلسله پهلوی. زنده و جاوید باد سلسله پهلوی. هرچی گفتم بگیم میبریمت به ایران. عاشق خاک ایران میبریمت به ایران. حاکم خاک ایران میبریمت به ایران. سردار مهد شیران میبریمت به ایران. سردار مهد شیران میبریمت به ایران. ای شهریار ایران میبریمت به ایران. ای شهریار ایران میبریمت به ایران. جاوید شاه جاوید شاه جاوید شاه. پاینده ایران پاینده ایران پاینده جانم فدای ایران. هم قصر نه لبنان. جانم فدای ایران هم لبنان. هر دو فدای ایران. هم غزه هم لبنان هر دو فدای ایران. هم قصر هم لبنان. هر دو فدای ایران. هم غزه هم لبنان هر دو فدای ایران. هم قصر هم لبنان. هر دو فدای ایران. هم غزه هم لبنان هر دو فدای ایران. هم قصر هم لبنان. هر دو فدای ایران. کینگ رضا پهلوی کینگ رضا پهلوی. کینگ رضا پهلوی کینگ رضا پهلوی. کینگ رضا پهلوی کینگ رضا پهلوی. امروز برنامه سالگرد جاویدنام فریدون فرخزاد گرامی هستش در بن در مزار نوردهوف. ما ایرانیان جمع شدیم که یاد ایشون رو گرامی بداریم. ایران ایران. سلسله پهلوی. سلسله پهلوی. سلسله پهلوی. زنده و جاوید باد. سلسله پهلوی. زنده و جاوید باد. سلسله پهلوی. زنده و جاوید باد. سلسله پهلوی. ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. کینگ رضا پهلوی. کینگ رضا پهلوی. رضا پهلوی. کینگ رضا پهلوی کینگ رضا پهلوی. کینگ رضا پهلوی. درود احمد جان، درود بانو آزیتای گرامی و دوستانی که هستند. تشریف بیارین این دستم اینجام جا خالیه، لطفا تشریف بیارین. بفرمین اینجا این محبتم تشریف بیارین، خواهش میکنم بفرمین اینجا. دوستان بفرمین اینجا. اینجا خالیه، لطفاً اون جمعیت اون تب تشریف بیارین اینجا. اون پرچم رو
دوستان برنامه که شروع شد من تیکه تیکه دوباره لایو میذارم تا بعد بدرود. دوستان این من جان چشم اینو بده همه بیان اینجا جمع شن. این وسط خالیه.